خب دوستای عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشید، در هر جای دنیا هستید خوش باشید، سلامت باشید. خلاصه امروز یک برنامه میخوایی که تهیه ده که این رسم رواجات در منطقه از مو 100% است، یعنی 100% است دیگه. این فیلم از مو امیدوارم که تاثیر گذار باشد برای کسایی که مثلا یتیمه، برای کسایی که پدر خلاصه یتیم در پالویشه. خلاصه این فیلم از ما 100% برای او کسایی که پدر واقعا پدرش بچهش زیردیش یا پدرش هم بالا سرش یا یک یتیم بغل دست. خلاصه این یتیم مثلا تحقیر و مثلا مظلوم واقع نشنه. خلاصه یعنی کل پدرها خلاصه میت بچه های خود رو دوست داره، همیتر اعتمارم مثلا نوازش کنه و همراهش خوب باشد دیگه. تا آخرین برنامه را همراه از مو باشید. نه میل از زیر سایکو یه یتیم یه بدردت نمیخوره، هیچ کارت نمیکنه. بچه یعنی بچه یا این تو بچه هست که یه چیم موشه قن موشه، یه خیلی قوی بچه یا امی درد ما امی هم آدم موشه. نه امی هم که میل از زیر سایکو چیزلی دستک ده امی آبش هم داشتیم در امید از این میشه که یه آدم موشه درد اونا. اینی بچه یا سایکو خان ایت بچه ایت نیه ایت خودکار بدون گفتی کارم نه هموا و تو سایکان تو دامان از یار سایکو تیخ همی هم آدم میشه. نه خیر نوازش خرق خوب میشه. ای نه بابا سرجای زوجدار رو تو کم نزد. ای نه بابا این یتیم اگر خوب مبود یتیم نمشود از دیست از یا نه همی هم آدم میشه. انا بیلشی سایکو همی هم به درد مخره، همی هم آدم میشه. اینی بچه یا سایکو خند به خدا همون بچه باید یه خودکاره، یه مفهمه، یه وشیاره. همی یتیمو خیر تو اما او تو تیار چیزی زن نکو زوجدار ده سرش لخشون کو ده کار جلبی کو او تو نیه تو رقم بلی کو بابا دارو میشه. ای نه بابا همی یا سر جای درار مید نمومند. همی یتیمو نه همی هم آدم میشه. بیل از یار سایکو کار از یار سایکو خیر کوی مو کمشی مو تو آینده درد تو آینده درد سال دیگر سبت کوی که تو سر ریش دیگه همی هم آدم میشه. بسر آدم آبش هم چیم دا امید از که یه آدم میشه. این یا بچه بیل از یار سایکو خیر میام خدازی بیل پاک خرق خوب میشه. خیرو این یا آدم به خدا یه اوت کارگره اوت قویه که حد اندازه نداره، بیخی قویه دیگه. اوت خودکار اوت خوب کار نه امی کارش بیخی خوش آدم نه. یعنی بچه هر جای بور سربلند و سایل کو لباس مباس زیر سایل کو بیاسیه زیر سایل کو ادب زیر سایل کو نه دانش سایل کو اما آدم بشه تو میدم جواب بشی. خیر اما نان پیدا میکنه از دیر نه یا با به خدا دیر نه یا تو کمو تو بگو بکار میشه. ای نه یا بدر نمیخواه یا اولاد نمیخواه. آبش چند امید دروش است که او آدم میشه. خیر کار کو تو دوری زینا کو یه متو عادت که دارم تو بسرش. ای نه بابا این زمینو را گام و غلبم کدی او تو غلبم کدی این بچه ما تو غلبه زیروش نگده مسپار زیروش نگده خاشاوردو نزیروش نگده بیدکندو نزیروش نگده ای در کجای الله یک داوازی جاره هم کار میکنه. نه کم نزدم واقعیت رو میگیم کم کجا تو کمو شدم. کار ندیده. ای نه دلش تو بابا کاکایشه. نه
دلم زیر خیلی تو ما یک بیل زیر دستم دیگه کار زیر چیز کنم تو بیا سعی کن تو بیل و بچه میره سینه نه یعنی بیل ابی بیل ابی اوشتن میره آدم میشه یا نه بابا نه نه انجام آدم تو برو تو سوال بگیر که تو کچش دی آدم جرکنی Hayır, mum gitsem çıkmak. گفتم این روزا پیر بچه سعی کن تو بچه باشد زمینا را خربم نه این کارا را انجام میده نه بابا یا مت بچه ادب زیر سعی کن خودکار او تو کارم نکی نام خدا کی ای نه بابا بری یلو کار کنم ما مرو ما کار دارم نه تو بیشی بچه نه تو خیلی قوی کارگری خیلی قوی تو در کجایی و یه بدر بدم میخواه نه سر از ما کار یاد بگیر سر از یا کار کنم کار ما کار دارم مرم او بچه بعد از دور گور باید که امروز مو قلبه بستم نیم بعد از دور باید گور که مو امروز قلبه هم امروز میره اگر نیری با مو خدا اگر دم تر بور نکنم Bakıyor ki namgi. با چیه خود سعی کن تو دو بدام شن امی آدم میشن دو بدام شن Yankı sırasına kaldı. Bakıyor ki namgi. سعی کن چیزم دو بدام شن یه تیمه یه اوشتن بدم نه بابا یه بعد از اون اگر تو نرگاور نگیری ما قلبه بستم دو دن نرگاور باید یک سال بار باید یک سال خانه باید که قلبه کنید بعد از اون Bol ki bakıyor ki böyle. سعی کن برو بچه هم تو باید خیلی کن نه نیسته ما مرو ما کار دارم بچه برو باید خیلی هم خواه خدا دارم خیلی آتایی ندارم وقت کمرانی هم نکی طرف خدا بده یه اگر همون نم بود که تیم نمشود از طرف خدا بده نه کاکایش میشه دلیل خوبی نه تو رو به خدا یعنی زمین خوش کشته آو دیده دو سه دفعه خوش کشته گور باید دو دن گور باید که اینجا قلبه بسته ما راست برو بچه نه تو در خانه برو خواه گور بعد از دوری میره خلاصه قلبه دیرم میشونی مستورم میشونی نه ما یه اگر سر لخشون منی از که بیچاره آتایی نداره تو گیر تو شکلانی ای چیز نمیفهمم اون بیش خلق نمیفهمم آره قدمش دیگه سرشته و نمیگه تو خم مخم بس بعد از دور میده که دم تا برو خب خم مخم رو باید بعد از دور دم تا برو تو خم رو باید یار تو خم بعد از دور کشت کنی یاره کاکای نکشته آفرین بچه ما خواب بچه دیگه اگر بچه من بیچه سپاین مرد من یک نظر خلاص میدم 5 دقیقه خلاص میدم حال ما کار دارم مرم خب دوستا امیدوارم که از این فیلم های ما خسته نشده باشید خلاصه یک چیز واقعیت داره خلاصه دیگه در برنامه های دیگه از من باشید این برنامه ادامه داره خلاصه تا برنامه های دیگه از من چی میشه و خلاصه خسته نباشید دیگه یار و خدا و نگهدارشون یک چیز دیگه هم ما بگیم که یتیم هم در پیش انسان ها هم در پیش خداوند خیلی ارزش داره کسی که یتیم رو نوازش میکنه کسی که یتیمداری خوب میکنه هم خداش راضیه هم بنده ازش راضیه هم وجدان آدم خیلی آرام و خوب است امیدوارم که خلاصه این برنامه برای شما دوستا خسته کن نباشد خلاصه شما هم دیگه در برنامه های دیگه شرکت کنید خدا یار و مددگار شما خدا حافظ خدا نگهدار